یک بار گفتیم، بازم میگم، دیدین میگن که این بچه باید بشه دکتر، این باید بشه مهندس، اون باید بشه نمیدونم فلان، اون باید بشه. من میگم کاش پدر مادرها آرزو کنن و خود بچه هم به این فکر کنن یکیشون بشه کمدین. کاش در هر خانواده آرزو کنیم، من آرزو میکنم در هر خانواده یک کمدین وجود داشته باشه، اصلا بهشت میشه، همه چی درجه یک میشه. پس موسیقی کمدین. لاغر نشده؟ نه. خب برای چی میخیندی تو پس؟ خب دیگه این میخیندی و نمیخیندی دیگه نخیندین باید تو مگم ها. خب من میخوام جونم. نه هیچی. نه اینجوری من گفتم من میخواستم بگم تو من کاری میکنی که اینقدر از ما میپرسی هر دفعه لاغر شدم؟ نه یه ترازو بذار دفعه بعد هر دفعه منو وزن کنیم ببینیم چقدر. باشه آقا یه ترازو بیار از آقای علی آقا یه وزن کشی بکنیم ببینیم که وضعیت. آره واقعا ببینیم یا شماها قصد و غرضی دارین واقعا یا من قصد و غرضی دارم لاغر نمیشم. خب میخوام این خاطره تعریف کنم از دوران بچگیم سال 60، خیلی 34-5 سال پیش. من چون شغل پدرم نظامی بود، خب ما هر چند سال هی کوچ میکردیم از یه شهری به یک شهری دیگه، از یه شهری به یک شهری دیگه. بعد اون موقع هم خب شهرها خیلی کوچیک بودن و وسیله نقلیه مثل الان نبودش که تو هر خونه 6 تا ماشین باشه. ما اصلا تو شهرستان بیرجند که زندگی میکردیم، تو کوچه‌مون که 30 تا خونه بود 2 تا ماشین بود، یه پیکانی که از همسایه‌مون داشت و یک ژیان که پدر من داشت. ژیان کیا یادشونه؟ ما داشتیم. بس همه تو میدین چه مصیبتیه ژیان. پدرم صبح به صبح که اولا که همه شهرستانا صبح زود از خواب بیدار میشدن، همسایه‌مون پیکانش که وقتی می‌خواست روشن کنه یه استارت میزد میرفت. بابا ما میرفت پشت ژیان. از 6 تا 7 فقط اینجوری بود. علی قول بده یه دور ما هیچی نمیگیم در سکوت، یه دور از اول تا آخرشو بریم. الان میری؟ نه آخر از یک جای همسایه ها میادن کمک، یعنی هول میدادن و بابام همین استارت رو میزد. تازه روشن میشد، ببخشید کولیتر میشد. روشنم کردی نه بو التماس نه بی عربدت. واسه این خیلی ماشین کم بود. از روستاهای اطراف یادم تابستونا که زودتر روشن میشدن همسایه‌ها دست میزدن. زمستونا بدبخت بودن همسایه‌ها. خلاصه واسه همین از روستاهای اطراف وقتی می‌خواستن محصولات کشاورزیشون رو بیارن با خر می‌آوردن. وسیله نبود دیگه. هر کم یه خریداش یک جوری میومد تو محله ما، مثلا انگار یه ماشین گرون قیمت داره، دست نزن بچه بخره من برو نگاه نکن. بعضیشون که یه کمکی هم داشتن، کمکی خر مثلا با چوب مثلا نمیذاشت ما نزدیک خره بشیم. ما چون موقع زورو رو که یادتون هست دیگه، آقا این کارتون زورو هم پخش میشد و من 2 تا آرزو داشتم. همون سریال زورو. بله یکی این که دوست داشتم یه بار از بالا پشتمون بپرم رو پشت خر. یه بار دیگه یه آرزو دیگه هم این بودش که خره که داره میره، چون البته زورو اسب داشت دیگه، دنبالش که میکردن اینجوری میپرید روی اسب و میرفت.